هر چقدر که نسبت دیگران خیرخواه شدیم همون قدر پروردگار برای ما سعادت دنیا و آخرت رو میدهد و سعادت و کامیابی ما و شما در آرامی ما و شما، در برادری ما و شما، در دوستی و خیرخواهی ما و شما نسبت همدیگر. هر چقدر که خیرخواه شدی همون قدر پروردگار عزت و برکت و سعادتت میدهد. میگوید مردم هم میگوید از روی تجربه حیات اثبات کردگی هست، میگوید هر کس از دل نیتش میوبد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران علی اسلام، دملای امام خطیب موعظه امروزه رو برای شما بیان کردن. یعنی این همه موعظه ها و این همه پند و اندرز ها و این همه نصیحت ها و این همه آیت و حدیث هایی که خونده و ترجمه و شرح و بیان می شود، یعنی به خاطری کامیابی ما و شما. اگر پروردگار سعادت ما و شما رو نمیخواست، پیغمبر از بین انسانیت اختیار نمیکرد. اگر پروردگار سعادت ما و شما رو در دنیا و آخرت نمیخواست، ولی جنت خلق نمیکرد. جنت رو با همه اون نعمتایش نمی آفرید. چرا جنت رو آفرید پروردگار؟ و چرا این دنیا رو آفرید؟ و چرا در این دنیا پست و بلندی ها و مصیبت ها و خوشی ها و نعمت ها و وزنینی ها و سختی ها این دنیا؟ و خاطری که این حیات و این زندگی و این دنیای امتحان است. حالا اینکه 5 حیات وجود دارد. حیات اول اون بطن مادر که طفلک 9 ماه و 9 روز و نمیدونم چقدری که باشد، در اونجا حیات است. همون طفلک احساس خوشی و احساس ناخوشی و غم و اندوه و شادی و همه رو حس میکند وابسته به مادر و تمام لوازمات و ضروریات خود را از مادر میگیرد به واسطه اون رگ نوفش. حالا هر چیزی که ضرورت پیش آمد اون طفلک سپارش میدهد و از مادر میگیرد. گوه مادرای حامله‌دار چی میگویند؟ حالا گدایش خور، یعنی ناگهان چیزی طلب میکند. اون چیزی که طلب کرده است اصلا نامش در هیچ جا نبود، ناگهان در ذهنش میآید. چرا در ذهنش ناگهان چیزی میآید؟ به خاطری که از اون داخل سیگنال میشود، یعنی طلبات از داخل هست، یعنی حیات است. حیات اول رحم مادر. حیات دوم این حیات امتحان. این حیات امتحان که هست، خوشی ها و ناخوشی ها و سلامتی و بیماری و تمامی پست و بلندی ها دارد. به خاطری چی؟ به خاطری گفتم که حالا جنت همه راحت، تا اینکه راحت این جنت را حس کنید، راحت ها و از نعمت های جنت لذت ببرید. اگر تلخی نباشد انسان، یعنی شیرینی رو یا تیزی و تندی و تلخی نباشد، انسان عموما یعنی لذت شیرینی رو حس نمی کند. حالا تو بیمار نشود انسان قدری سلامتی نمی رسد. حالا این پاها می دود یکم بار نمیگید من پا دارم، بعد که جانها رو درد گرفت پا که ضعیف شد میگید این پا خیلی نعمت بزرگ بوده است. حالا گپ تکی نگرفت بعد دیگر میگی بشکین خیلی اون نعمت، یعنی لذت و حلاوت و به قدری اون نعمت جنت انسان مسلمان برسد. حیات سوم این حیات دوم حیات امتحان. حیات سوم حیات برزخ. حیات برزخ یعنی چی؟ حیات زیر خاک، قبر. 60-70 سال عمر دید، 100 سال، 500 سال، 5000 سال، 8000 سال است که زیر خاک خوب در انتظار قیامت است. حالا این چند هزار سال زیر خاک چه حال دارد؟ هر کاری که بالای خاک انجام داده بود، چی کاری کرده بود، همون رو میبیند، همون حال رو دارد زیر خاک. یعنی حیات سوم چیست؟ حیات برزخ. اونجا هم راحت هم هست، عذاب هم هست. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میگن که هذا القبر روضة من ریاض الجنه او حفرة من حفر النار. این قبر
باغچه‌های از باغچه‌های جنت است یا اینکه چاهی از چاه جهنم، وابسته به ایمان و عمل صالح و نیکی و نکوکاری انسان، خیرخواهی‌های انسان یا خیرخواهی‌های مسلمان، وابسته به این است. حیات چهارم حیات حسابات. حسابات می‌دهد انسان. قیامت یعنی چی؟ حساب دادن. از وقتی که انسان به بلاغت میرسد، از همون لحظهش یعنی حسابات می‌دهد. از همون وقت یعنی زنو بیماری زنو نمیشوند، دختران و مردها احتلام میشوند. از همون لحظه دیگر همه رو جواب میگوید، حسابات میدهد. حالا در روایت هست که پروردگار میگوید اور بنده مومن خیرخواه رو نه بدخواه رو، بنده مومنی که همیشه خیرخواه هست، همیشه میخواهد منفعتش به دیگران برسد، هرگز به هیچ کسی ضررش نرسد، همیشه یعنی کامیابی خود و کامیابی دیگران رو تلاش میکند. حالا دانشمند میگه که من اسعد الناس، کی از خوشبختترین انسان؟ و جوابش چی؟ من اسعد الناس، کسی که خوشبختی دیگران رو، سعادت دیگران رو بخواهد، اون همون انسان سعادتمندترین انسان است. و هر انسانی اگر بدخواه باشد، بدخواهی دیگران رو باشد، همون بدخواهیش بالای سرش میآید. یعنی سعادت انسان وابسته به عمل خود انسان است. خود را سعادتمند میکند یا که خود را بدبخت میکند، چی عمل انجام میدهد. حالا اون قبر هم همین است. چقدر عمری که دید است، از اول قیامت یعنی از اول تا به آخر حسابات میدهد. قیامت یعنی چی؟ روز حسابات، دادن حسابات. برای همین در روایت اومده است پروردگار میگه بندم فلان 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 گناه را کردی، میگه پروردگارم کردم، ولی جای دیگر این کار نیست، همه آشکار است، مثل 5 پنجه. میگه در کردم. میگه بندم مدامی که خیرخواه بودی، مدامی که به ضرر دیگران سعی و تلاش نمی کردی، مدامی که برای دیگران رحمت و مغفرت من طلب می کردی، مدامی که خون ناحق نریزانیده ای در حیات امتحانات، مدامی که به زیان و ضرر کسی سعی و تلاش و کسی رو بدبخت نکرده ای، ولی در دنیا گناهانت رو ستر کردم و در اینجا مغفرت کردم، برو جنت. روزی پیشنهاد است عمل، چی عمل انجام میدهد انسان؟ روزی حسابات. یک روز قیامت 50,000 سال این دنیا است. قرآن میگوید یک روزی قیامت 50,000 سال این دنیا هست. تصور کنید. خداوند آسان بگیرد، خداوند با رحمتش بگیرد همه ما و شما و گذشتگان ما و شما و آیندگان ما و شما رو با رحمتش بگیرد، با امید رحمت پروردگار. حیات پنجم حیاتی ابدی، یا جنت یا جهنم، یا جنت ابدی یا جهنم ابدی. درست که بعضی مؤمن یا مسلمان عاصی که گناه دارد توبه نصوح نکرده است، با قدر گناهش عذاب می شود در جهنم، باز یعنی نجات می یابد، همون ایمانش نجاتش می دهد بعدی عذاب، بعد به جنت ابدی بالاخره می رود. لیکن مهم اساس ما مقصد دیگه من چی بود؟ یعنی همین پروردگار سعادت ما و شما رو می خواهد و سعادت ما و شما در خیرخواهی ما و شما نسبت همدیگر هست. هر چقدر که نسبت دیگران خیرخواه شدیم، همون قدر پروردگار برای ما سعادت دنیا و آخرت رو میدهد. سعادت دنیا و آخرت رو میدهد و سعادت و کامیابی ما و شما در آرامی ما و شما، در برادری ما و شما، در دوستی و خیرخواهی ما و شما نسبت همدیگر. هر چقدر که خیرخواه شدی، همون قدر پروردگار عزت و برکت و سعادتت میدهد. میگوید مردم هم میگوید از روی تجربه حیات اثبات کردگی هست، میگوید هر کس از دل نیتش مییابد که نیت چی نیت دارد، نیتی خیره، تمام خیر برکت و سعادت میاد. برای همین حالا دوم خطیب هم که تاکید کردن، تکرارا منم تاکید میکنم که آرامی کشور، همین آرامی خانه، اهل و خانواده، خنده همون فرزنده و نبیره و کی را ضرر کرده است؟ دوستی و برادری و خیرخواهی و اخوت و رفیقی و کی را ضرر کرده است؟ یا عداوت دشمناگری و بدخواهی و خونریزی و
به خون و خاک کشیدن دیگر کی رو فایده کرده است؟ کی فایده دیده است؟ پس برای همین یعنی همه ما و شما سعادتی خود و دیگران رو اگر خواستیم و از خداوند عزوجل طلب کردیم و تلاش کردیم، هیچ بدخواهی راه نمی‌یابد و این آرامی و آسودگی و خرسندی ما و شما و سعادتی دنیا و آخرتی ما و شما رو برهم یا برباد نمی‌دهد. برای همین عقل رو استفاده کنیم، همیشه دعا کنیم، همیشه خیرخواه باشیم و همیشه عملهای نیک انجام بدهیم و همیشه یعنی برای کامیابی و سعادت دیگران تلاش کنیم. پروردگار آن هم سعادت رو میدهد. اذا اردت ان تسعد فاسعد الاخرین. سعادتمندی میخواهی، سعادت ابدی میخواهی، دیگران رو سعادتمند کن، کامیاب کن، پروردگار سعادت ابدی رو برایت میدهد. دعا کنیم پروردگار همه روزمان رو با برکت، طاعت، عبادت و نیکی های من رو به درگاهت قبول. پروردگار در این هوای سردی این همه مهمانانت به خونت آمدند و با امید و همه دستی امید به سوی خودت برداشتند و هر یکی امیدها و آرزوها و نیتهای نیکی دارند. پروردگار همگان رو به مقصدهای اصلی و نیتهای نیکشان برسان. پروردگار کشور ما رو همیشه آرام و آباد، پیشرفته و ترقی کرده از جهت دین و دنیا در حفظ و حمایه و پناه خودت نگه بدار. پروردگار تمام بلا و وبا و فتنه ها و از ضرر و گزند بدخواهان و شیطان صفت ها کشور ما را همیشه حفظ نما. خیر و فیض و برکتت را دائمی بگردان و به پیشوای ملت و تمام شخصان خیرخواه این کشور و اسلام و مسلمین، خصوصا همه این حاضرین، همیشه عملهای صالح و نیکی ها و نکوکاری و نیت های نیکشون کامیاب و موفق بگردان. پروردگار عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت را نصیب و روزی بگردان. خصوصا اونایی که برای پیشرفت این مسجد و همه مسجدها، خصوصا این مرکز، مبلغ گذاری و مهنت و زحمت میکشند، همگی را پروردگار در عوض این مهنت و زحمت و مبلغ‌های گذاشته و میگذاشتگیشان برکت و عزت و سعادت دائمی این دنیا و آخرت نصیب و روزی بگردان. پروردگار دوستی و برادری و اخوت و برادری ما را همیشگی بگردان و از عداوت و دشمناگری و از وسوسه های شیطان همه ما را دور در پناه اسمت خودت نگه بدار. خداوند عزوجل تمامی بیماران اهل اسلام، خصوصا اینایی که امیدی دعا کردن، پروردگار خودت شفای کامل و عاجل در حفظ و حمایه و پناه خودت نگه بدار. قرضداران را از قرض نجات و مشکلی داران را مشکلی هایشان را برطرف، عزت و برکت و سعادت دائمی نصیب روزی بگردان. وصلی اللهم علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. آمین برحمتك یا ارحم الراحمین.